Video? آره بشینید. نه باید بشینید. What? It's like texting. Oh, I just I'm videoing you. همش عکسش. It has to be natural. That's what... آقای اشرفی داخل هم اشکانی هست؟ داخل همونه تو با اکثر تو همونه Huh? عاشق باشی. What are you gonna do with it? Yeah. Just more just laughing, you know. من میگیم به شما رفته. خب بحث کنی اشکان به کی رفته؟ میگه به من رفته. اشکان به ایشون رفته. آره اون طریقی شما گفتین زیاد جالب نبود به نظر نمیومد واقعا دارین میگین به ایشون رفته ای خدا من نمیدونم چی تنبیه کنه اشکان که به شما رفته بود واقعا روزگار من تنبیه باید بشی خب شما جواب بدید. تنبیه باید بشی حالا تو بگو اشکان به کی رفته آره ایره کیره اون که درسته شما میگین به کی رفته اشکان به هر دوتون. البته اشکان بچه بود خیلی هرچی بزرگ میشه داره از من چرا نمیپرسی هرچی بزرگ میشه داره شکل مامانش میشه آه. ولی هرچی کوچکتر بود این که خیلی بی‌طرف بود این نظر واقعا بی‌طرف بود اگر هاشم به شکل حاجی بابا روش اینو قیافه اینو شیش رفته باشه هرچی بزرگ میشه گردش در میاد این واقعا درست بود عکسش البته خب بازم ادامه کارزم تو چی فکر میکنی؟ چی بگم؟ میگه اشکان به کی رفته؟ چیگاه شبیه تو بود سلام موشه دهنشو چالاش و ایناش که جوری چی میگی مادر به کی رفته بیشتر؟ دهنش چالاش اینا این ولی باباش آخه چشمای بری درشتی نداره فرم بابالیش ولی از چشم ابروش با تو چشم بابالیش اشکان که تو تمام موارد ورزشی نمونه است به من رفته اگه به این رفته خیلی ببخشید بس باباش اینجا بهترین فوتبالیست اینجا اصلا باباش بود که مطرح بابا رفته بود بابا رفته بود به من رفت نه ولی توجه کردیم میگم نه ورزش که باباش فقط موشه میگم اشکان سلام بسارم چیکار داری میکنی؟ اوکی فوتبال داری بازی میکنی؟ فوتبال توی ویدیو؟ اوکی امروز چه اتفاقی افتاد؟ ویلانووا ما رفتیم بازی ویلانووا با سیریکوسان هم ویلانووا 82-85 برده رفتی توی فیلادلفیا با کوبی سنتر نه کردی ویلانووا بدی لیورپول چرا کرد امروز؟ لیورپول دو تا گل زد یک دقیقه دو تا گل زد بازی کردن بردن 3-2 بردن عالی آره خاطر تو میره لایک تولدت مبارک تولدت 100 سال زنده باشی درست جایی لبای من ماچ کرد خدا رحمت کنه چی؟ حسن سر کن همیرا جون بله همیرا جون سلام تولدت مبارک بابین دوگین پسرمو بگو با جاگوار اومده بود لا 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 لا
قرار بود برای بابا چیز بیاریم تاپ دنسر تاپ دنسر برای خسرو بیاریم خسرو تاپ خسرو جون دنسر بر بابا بیار. خسرو جون بر بابا بیار. بر بابا. صحبت کن خسرو. من دارم فیلم برداری میکنم صورت زیبا تو عزیزم موجون جون خواهش میکنم مال من نکن من دهم خب از بابا بگیم آقای متشمی 1 آقای متشمی 2 آقای محتشمی 3 صحبت کن یه خورده. بله بله من تولد 35 سالگی رو به شما تبریک میگیم خیلی ممنون تولد- ولی اشتباه کردیم من 40 سالم نیست 85 سالگی شو 85 ساعتی تو 80 نه رفت مامان داره 2 سال کوچیک مونه دیگه شما این کوچیک مونه چه 2 سال کوچیک مونه یه 40 سال کوچیک کنید رفته تو 83 موجه جان این 15 روز مونده 15 روز انصاف آدم یه سال اضافه کنه آقا مشالی 1922 اومده من هر روز بیمه‌هاشو چک میکنم یعنی 22 رفت تو 86 پس 86 شد دیگه 86 15 روز بابا نه 86 شد به خدا بابا پوش کن میرسی که 85 ماشاءالله بابا قیافش خیلی جوون شد ببین ریش چقدر بهشون میاد یه هفته پیش به مامان قرآن. مغازه یه پسره در من کنم پسرشه بعد گفتش که این مامانت بود گفتم گفت قدرتو به کی رفته سیاه مامان خیلی بامزه بود خب حسن جان خیلی ترتیب تکیه شکر رو بدید دیگه بابا جان برای میخواستم چیز بخرم تو رو به قرآن من احتیاج ندارم برای کچم اشکام میگم اشکام مشکل خدا شاهده به جان بابا اشکان جان. احتیاج ندارم من برای نه شما چی احتیاج دارید کت یا کت شلواری کدومشون برو بخر بیا اینو از باشه بده به من اگه احتیاج نداری من کت شلوار لازم نه دارم به تو چه نمیدم به خود مشکل جان مانیکه بابا میگی جان من نمیتونم چی لازم داری به جای اینکه گیفت کارت میگرفتی میومدی این پولو انتره خرید میکردی آره خب یه خورده چیز ببین چه تو خواهری تو تازه 3 نفر اومدی تو انتیلر اومدی 6 تا حساب میشه هر دفعه مانیکه مشکل اینطوری که اشکان هر کسی 2 تا باشه ما اینجا تولد بابا حسن رو بریم تبریک میگیم موجون تو چرا نیومدی پسر عزیزم حالت خوبه هستن چندم 29 20 Buffalo hit a 3-pointer then they hit a 3-pointer من نمیخورم عشق شیر تو بردا بیاد من عشق بسته دیگه اون آشغال